بلک خو لرو کنه کور کې لرو صحیح ده یعنی زمون کوټه ده تور دست وایا تور اوه دوست عزیز کوچک دکان خوبش آمدیم چه خبر مقبول است می وطندار که هر جای باشه بازم اونجا عزت خدا میگنه چیز که نداشته دوستانم بگورید سلام دوستای عزیز، یک سلام مجدد باز خدمت همه شما عزیزان. با امید از اینکه جور صحتمند باشین. دوستای عزیز، قسمی که براتون گفته بودم که من میایم از پوش و توشک میگیریم دیگه. حال دیگه دینی قالین فروشی آمدیم که اگر همه تو پیدا کنیم. خواه مون آقا سی خونه رای لکه آقا خود دبل دیکنه مکمل آقا که تقدیمتان میکنم انشالله که همتان خوب نه فرش نه چما آقا گوری توشک پسر چه اچل کیگی توشک کو خو مگه یو توشک برابر دی توشک پیژنی دیدی آقا نره نشته کومه ده نه ای خو سر توشکی است پوش بگو پوخ آقا چه سم پوغ غند استفاده کیگی توشک بگی دنه نکیگی توشک پاکی در نکیگی نشته ایرانی دا ایرانی دی. خب دوستای عزیز قسمی که ما اینجا آمدیم اینجا پرده فروشی است و نمیفهم که پوشای توشک هم هست یا نه پوخ آقا قالینچه غنده چی دی कालीन वाला जो डिजाइन ओ वो नहीं है। क्या है कपड़ा मुख्तलिफ मिल जाएगा वो कालीन वाले डिजाइन में और पर्दे कितने का है पर्दे मुख्तलिफ लगेंगे। ये कितने का है साइज क्या है होगा इतना है ये आपको मिल जाएगा 18,500 का सेट। 18,000 ला आखिरी रेट सुमर दे ना सब होलसेल है। हाँ आगा दुआ दाने सूदी वो सिंपल कितने हैं चिक मकबूल است ये कितने का है 22,000 कितना दे 25 بیا قیمت است ولی ببین دیزاین خودمون جور کنیم سه یک جالگه که چقدر مقبول است हाँ दीदी दुआ पसूदी ये टेक्सचर आपको मिल जाएगा 5500 की जोड़ी और प्लेन आपको मिल जाएगा 4,000 की जोड़ी 4,000 की जोड़ा प्लेन में जो है इसके दो ये आपको 5500 की 5,500 इसके दो दो همیشه ما تا خپل پرده خو اخلو کنه آه دیزاین اخلی او سرنگ کوم رنگي واخلو رنگ که چی خواهی رنگ که کلر بلک خواه نخلی بلک نه نه بخیر نو هغه کاوچن بلک خو لرو کنه کور کې لرو صحیح ده یعنی زمون کوټه تور ده تور پاره د سوایا تور دوی سره زما ژبه خراب شو داس رنگ واخلو چې دا به څنګه وي کوم یو فولادی فولادی هم خده فولادی سپین خبي بخي فولادی به واخلي زما د رنگونه ته خوښه شوی دی د رنگ او دی رنگ ته دا د مدرن ښکار شي بیا دغه څه سیده دا ادب کې خسته بیا زر زړه کیږي ښه کوم یو دا او دا رنګ زر زړه کیږي بیا دا ښکل ده نام رنگ خسته دی ام دوستا میفهمین مشکل ما همیشه چی است که من برعکس رنگای تیز خوش دارم. مثلا من اینی رنگ خوشم میاد فولادی کم خوشم میاد اونو سرخم خوشم میاد ولی همیشه باز چی میگن که طلایی خوشش میاد خوشش میاد این رقم مشکل نه است لاجوردی منم خوشم میامد دوستا خود زیاد شده از اون خب نه گپی است که لاجوردی کل دوستا گرفتن خانه آمد جانشان خانه رخسار جانشان خانه خیلی دوستا رنگ لاجوردی استفاده شده دیگه ما یک چیز ما گفتیم که خیر ما لاجوردی بگیریم خب بس خیر برو خوراک چی مونده در روی مونده تصویر الان یک چیز بگیریم که و خصوصا اتاق دختران ما خوشم خب بس یک گپ دیگه است خیلی پرده را گرفتن نمیتونیم چرا که حال پرده سیاه که دیگه در حال میره باید با توشکا بگیریم وقتی که از یک کدام پرده خیرات به ما تو مون نه دیگه چرا ما تو بیا از اول پلان داشتیم که چی بگیریم پرده بگیریم بر اتاق ما خیلی بیا اول خیلی موچار بگیریم سر تشکیل پوشاره بریم دوستا 3,000 کیږي چې دو جوړه درنه واخلم 3,000 پښتو پیږي 3,000 3,000 पेयर इसकी जोड़ा दो आपने 4,000 बोला ना ये 4,000 कौन सा 4,000
ये मैंने इसकी ब्लैक 4000 हाँ 5000 55 हाँ चल राजा बाजार से इतना अर्जा नहीं है بیا 4,500 5,500 में था خب اینی دیزاین دوزی کنیم برای اتاق خود خب تمام اینی دیزاینه مثلا مقبول است این سبز خیلی است ولی سبزک خوب است خب دوستان عزیز ما دیگه میریم میپالیم دانه دانه دکانا رو ببینیم که در کجا پشت پیدا میکنیم صحیح است؟ بله. شما با ما باشین در این مسیر خریداری جنجالی اوه دوستان عزیز که چه دکان خوبش آمدیم چقدر مقبول است بسیار قالینای مقبول است اینجا قدشم سایکو چقدر رنگای مقبول اینجا هر دفعه که ما آمدیم یک قالین خوشم آمده خب پیسه‌اش نداشتیم بخریم پیسه‌اش چی میگن خواره که ما خودمون دیگه کجا ثابت هستیم که مال بخریم میان میخریم پدرم که ما چی است قارس میگه چرا خریداری میکنین وقت چیتون معلوم نیست هر چطور مونده شده اینا داره क्वालिटी नक्सुदी ده 12000 रुपये बंद चढ़ ये सीट सोदाने ये पोशाक तो उनको बालश तो मौका 12000 10 पे قیمت میگه अच्छा क्वालिटी होता है देखिए लोकल राजी 6-6.5 نه ده لک سموه چه چیش کیفیتش ببین چطور است افغانستان خریده بودیم ما چون صور के नौ रफ्स دیزاینونه ورا تو خیر ये उधर ग्रे कलर हम نه گری خوب نه سورم در سور که و بس نه این چیزا به نظر من دمو رنگ سرخ خوب میگه چون فکر میکنی وطنی است این مقبول است دا این رنگش مقبول تر از افغانستان این رنگ داشتیم सुर की बंदा डिजाइन این خوب است که هر بار شش میتش رنگش نامو برای اما قیمتش دا और अगलान दे वाले یو دیزاین دیزاین هم ده دیزاین دا چې بیخي زیات پیدا شي چیرته پیدا کی ده बॉर्डर जोड़ना है راجع بازار کسره राजा बाजार के दाशो دا वकी 4 नंबर शगीर ते गजनी मार्केट आता है دلته نږدې ده पेशनर کدا ډیسکاونټ سره ورکړي سمه ده वो फाइनल तो 9.5 لکه شو من تقریبا اته دانه اخلو اته توشک و بالش د پر اخلو له بغیر مې 2.5 روپے کاتن نشو شپږ شو هم ډیره ده او باندې کې یو کابل کې موږ څومره اخیسته یو توشک او بالش 1.5 افغانۍ کنه 1000 کابل کې یو نیم. 0 روپۍ مونږ اخلو چې 0 روپۍ ته دې ځای کې 4,000 وو کابل نو دلته باید بخي ارزان وي کنه ټیکسونه مسله کابل کې ډیر د خلک ډیر خدل تخصوص نه اخلو نو ول قیمت جوړای تاسو ټیکسونه ډیر خود تر گپ زن مگبر دکانو شو کنم سیس اجازه ده دکان ویدیو کو خب دوستای عزیز واقعا من زیاد خوشم آمد از رنگایش واقعا مقبول است لوکیشنشون براتون میگم که باز آمدین و نه بتونین پیدا کنین بازار کمرشل همین طرف که چیسته قالین فروشی ها و توشکا و یاس ببینین چقدر مقبول ظریف است دوستکار مریم جان پیشترک دو برنامه داشت گپ زده دادیم که زنجیرش واز هر جا که مان نو شاید دلته نور حساب ته ته دواړه ملکونه مو سره یو څنګه چل شو څنګه چل شو یعنی اگه با قیمت از بگیرم اونمو $200 میشه از این که خب برو از افغانستان یک تار بگو $100 رایی که 7 تا برد میاره تو اینجا फाइनल पे 8000 रुपए बना तो हाँ? देना ना कभी 8000 نه دیر 6000 تو فاینل در نه ना दूंगा خیلی بیا بری نشو نه زیاد قیمت فاینل ده 8000 ویل बिल्कुल फाइनल
بریم خیلی که دکانان رو ببینیم دوستا باز با ما باشه. بعد از اینکه دخواه باز اگه ما پوش بخریم چند پوش 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 نه. چشه مهم پوش است یا قالینچه است؟ قالیچه خب بخاطر از اینکه مثلا یک اتاق تمی خیلی وطنی باشه صحیح است. خود به یک قیمت بینیم بشپک ورکه چیزو اخونم شپک دانی در ناخونم خپل مزه خپل کوم خپل دې څو راوړی خپل درته ولې وایم خو دا 8000 فاینل ته خپله څو راوړی ځه بس څه ولا 8000 کې د نظر په یو کیسه نو اوس ضروري ده چې ته 1000 روپۍ په یو فیس په ما ګټې خپل به درنه ګټه 1500 ګټه زه څه ولې د سره ګټم کا مخه په سره درنه ګټم عمران دکان چشته ناشته زه خیر دوست نو دومره فائدې په قانونونه وکړه دې باندې یو ځل مکوه ګټه 7500 دوستان می چیزایی که دیش برای به منزل بالا پول باز من نیدن یا روزن نیدن اپورت بشه خب پایین قالین از بالا پوشاسته دوستا قالینا رو میبینی بسیار مقبول است. اینی جنس ها دوستا خوش دارم اینی جنس قالینه نه که زیاد شوقم است کدام وقت پیسه دارشم اینمو که از اون پرده که من میگم که از خوب میگه پورتا لرشم بسیار کلاه مقبول داره نه؟ سیکن؟ چپل بیا سوکه چی مگه دونه ظلم کنه چقدر جالبه باز خودتان میپوشین میکی میپوشه باز میگه خودتان میپوشین خب مریم تو سه که دی ظلم دی روزه دی ماندگی زلگی دوستا آدم که نان میخوره چطور گرنگ میشه فقط خو کنی نه باش که مایک افتاد آره دی زلگی باز خریداری پشت کشه دکان بگرم کوکی مگرم بسیار مقبول است کاور توشک کاور تو شکرم فر نداریم چقدر مقبول است نام خدا دا غرازی باجی سیت رازی دو به دغه ور سره وي دو بالغ یا توشک دو بالغ وي ور سره او کنه دې لاندې ګنل شوی نه دي نه دا ډیزاین کې دغه در ډیزاین دا پسو دي 7200 سیت نه چې گزاره 7000 الته پوخونه سره ورګه شاته پوخم استر مر سره و پوخم شاته ور سره ګنل شوی بس واخلال توشک کې دنه ها یو خبره به درته وکم باجی په فاینل به 6200 ورته ورکړي 15000 روپۍ راکړه ما دومره نه کوي بس پاس پوخ شه بیا شاته پوخ بیا څنګه کوي هغه مونږ به ورته اخلو هغه ګوره څنګه کوالټي ورته لګولې صحیح کپڑا خو نه ورته لګولې هغه کوم سپیخي چې بدل واخلې په پیسې زی او کنه بیا هغه څوک ګنډي نه وي سم ګنډل بیا څوک کوي کپڑا کوالټي نه وي سم هغه مخبل راوړل نه شکایت اورور 15000 روپۍ واخره کچې او زه کو زدي استر نشته بیت دې ته به مونږ بیرته جدا ټوټه اخلو هغه بیرته به وړي خیاط ته مصرف بیرته ما هغه پیسو ته رسیږي خسای راځي او تاسو کار څومره دی شپږ دانه شپږ دانې څو دانې لږ دی کوم یو مخوخ یا بدا یا سور کې می خوښ دی سور کلر کې اخلو ای خو رنگ است که گرفتن چی نه؟ این رنگ است که نوری صاحب داره نوری صاحب شان داره از اینی هم گلکش مقبول است باید شپگش پگراوڑه کنه اونش گل است که در افغانستان داشتیم یک سر خانوری شو بگی سالور شاوخوا دی نه سالور کم دی مونږ
لا ته توشکونه د خو بیا شپږ اخلو خاصل نه ته دا نه اخلو په دونه پیسې نو موږ دې شپږ دنیا ول نشته شپږ نه پرې ول نشته کم دی میگه در غیر دکان خب دوستای عزیز خیلی تا که ما جرأت میکنیم ببینیم که این دکان میشه یا نمیشه با ما باشین تا دکان بعدی دوستای عزیز ما شمینی دکان چندم است که ما مریم جان آمدیم گشتیم جالب چیست دکانه که خوب کیفیت داره و این پوششم خوب بود نه او قیمت هست و دی دکانایی که مثلا کوالیتیش خوب نیست یه ارزان است خب چیز معمولی است که در جای ما قسم از دیگه اینا ما مریم جان دم دکان اولی که چشم ما خورد دم دل ما مانده اما این طرفا رو ناق گشته میریم باش ببینیم اگه بازم خوبش پیدا شوه ارزان تر یک چیز مناسب تر دیگه او زیاد قیمت میگفت الان 6 تا بگید چقدر میشه 60,000 کل دارم قدر میشه از اون بیشتر دیگه این دکان هم آمدیم ببینیم که اینجا چی داره و چند دیدی بل کلر شته دی بل دیزاین ریډ کلر کې وسی خیغه مونږ ته وخی کنه وروره چی میگه من نفهمیدم چی گفت شپږ دانې اخلو ښه شپږ توشک او وکنه ریډ کلر کې راوړه دا کلر ما راوړه ریډ کلر نه توشک سایز درته خی چې څنګه سایز خو سمندر نه سیمپل چې دس به تیاری لکه دغه وګوره خه خداب دس به تیاری خالص زیپ ورته کولاو کی بیا خدا کنه میټرس ولګوي بیا خدا کنه دس به کی صحیح ده صحیح ده دې کې خی بس ریډ کلر خو او قیمت جوړ کا سمنا پکار دی شپږ دانه توشک وو اور دولس بالشتونه دولس چی کنید دولس کی بالش داریم ما 8 بالش داریم ما خب بیا لس بالغ کم کا بالغتون کم کا زمونږ پکې لاس دانه بالغ باندې سو اته بالغ په زمونږ په کار وی بالش ته مت پکار دی بالغ سو توشک او مشپک زمونږ سو بالشتونه لرو دانه لرو اته لرو کلاس لرو اته لرو شپک توشک چې شپک بالغ خو بیا دوه کې اضافه وسی خدا توشک بالغ تاخلو چې دوه دانه اضافه راشي په ماینس کې کېک دی زم کلاس بالغ تو اخلي څنګه نه لس دومره نه لرو اته اخلو کسب اضافه بالغ کوم رقم د نوري کې چې ډک شي صحیح ده ولا د دوی دغه اندازې خو ډیر غټه ده غزم بالغتونه واړه ده کوم دي د پاره زیاته صدای نمیاد میگه چپکا کله نگار جان میاره شانه کده دوستان میگه سعی که مسلم ویدیوی تیک تاکی میگه مسلم ویدیوی تیک تاکی میگه ما دوستان قضاوت نمیکنیم ما فقط صحبت میکنیم ما نظر میتیم دیزاین ده او دغه دیزاین او خونز د افغانستان داشتیم باز مهمانی افغانی خود آدم میگه وطندار که هر جای باشه باز اونجا عزت خدا میکنه چیز که نداشته باشم چای یک سبز خدا کده گرو خود میاره نه دیگه اینجا دوستای ما چی دوستا میگم دکاندارای ما از ولایت پکتیکا هستن دیگه ما رو که دیدن مریم جان میگم یکی از رندی دکاندار است سرکچه فوران تو باز مجبور هستی که باید بگیری مالش بگیری خوب روی هم میکنه دیگه حالا گپیست که دمو دکانم اموریتا میگفت الان نیشم گفت ولی یک چای میدید لطف خوش کردت میکنه تو دیگه می برو چی ناق برم 7,000 دکان بتم نه افغانه دیگه می نامش دمی میمانداری است دیگه این مدام کتابکای صنف 4 کتاب انگلیسی ما میخوانیم مردم افغانستان د چی معرفی کرده بودن مهمان نواز و شجاع معرفی کرده بودن با واقعیتش همونطور از خیلی حس نکردیم ولی مهمان در قدیم ها شجاع بودن ولی دانش نو پکې اسی یو ثبات چې ملاویږي مثال په دو سبا د خیر بل سبا ملاو شي دا ما خوښ کړو سبا نه کې خیر بل سبا د مش کړی دا ویل دي چې سبا به ملاو شي دا سبا ملاو شي
خو صحیح ده نو دا تور دی که بلو ده؟ نه زمونږ رد کلر په کار دی نه این تو سرخ باشه در بینش پرده آبی بکار باشه این سیز؟ داشته؟ او خو داشته دا خو صحیح ده کنه دا ښکلی دی باش دیگه دیزاینشون ببین هغه پکې ښکلی و مقصد ښه تا ویل چې باید څلور خوا یې دغه ولړزې رنګ ولري این که دیزاین نه؟ چطور است؟ نه لرې که پردو سره ښه ښکاري خو دا هم پکې ښایسته ده ده؟ ده به دیر ډک نه دی؟ نه دا ګلې شایسته و اولی کومین؟ اولی دا خسته دی کنه؟ دې سره کوم دې پرده سره اخلي بیا ته سبا خوښولی دې سره کرمیم لګیږي بلوم کېږي نه بلونه تیر شه بلونه کرمي تیر واخله، شوي خو دي. بیا کرمي کرمي کېږي. بیا ښه ښکاري ورسره او خو ته بل ولګوه چې نور پکې دا شته. نو کنه؟ جیته دا نه و دا نشته کنه؟ کم یو دا مې ورلېږلی او دا نشته خو دا کله پیدا کېږي اختر پورې که پیدا کېږي خیر دی ترکي مالونه دي که نه خو بیا داسې نه چې دا ترکي وي او دا پېښوري وي یا داسې کار به نه کوي چې کوم شی زه درته یاد کړم هغه به درکوم په دې کې به انشاءالله دوکه نه کوو وګوره خب دوستای عزیز فکر میکنم که همین چه خریداری ما میشه مریم جان همینجا میشه اما راستی دیزاین که اول خوش کردیم زیاد مقبول است اون مقبول بود ولی اول که چیزی که انتخاب میگین باز اون پیدا نمیشه خب خیر دوستا ما دیگه اینی چطور دیگه نه مادر باشه مادر می نظر نگرفتین دو تا و کلانکارای ششته دیگه خورد کلانکار شما انتخاب کنید انتخاب و بیاز مادرم بیچاره که چیزی رو خوش کرده گفت دل ما نباشه بود میگم نه مادر ما بدل خود میگیریم خود دوستا باش که خریداری ما فاینال شوه باز براتون میگیم که گرفتیم یا نگرفتیم خب دوستای عزیز در کل دیگه چایم نوش جان کردیم کدی گر چای سبز کدی گر وطنی و دمی گپ و گپ خلاصه تو شکار فرمایش دادیم دیزاینر اول که خوش کردیم اون نبود یک دیزاینر دیگر خوش کردیم ولی بازم در کل دیزاینی بود که از دیگه دکانا کده مقبول تر بود و از کل کده اخلاق دکاندار عین قیمت دکاندار دیگه میفهمه هیچ اخلاق خوب نکرد دیگه از این خاطر ما اینو دوستا دیگه چی هم شد بلشم نشته کرد خط نشان نده خیر خط کلگی دیگه هم قسم سادی است و فقط تو شکر سبا از پشاور فرمایش دادن چون اینجا گفت جنسش تمام شده یا میشه آدرایشون از پشاور میخواین دیگه تا سبا بخیر از پشاور آدرش همو 6 توشک و 12 بالشش میرسه شو که خوب است کالج واس کتابخانه میبردش بیغمیش خوب شد که سبا میارن و ما دیگه میلان میریم کم کم پرده خریدن امرنگ زنا پرده پیدا میکنیم به اتاق خودمون به اتاق سالن هم پس با ما باشین در ادامه از ویدیوی ما و البته این دکانه که دوستان ما خریداری کردیم شما میتونین که بیاین در مارکت کمرشل استاس دکان نم چه ده وروره الغنی کارپت برنچ توب شما میتونین که دمی دکان بیاین که هم جنسیش خوب است دکان دیگه جنسش عالی بود پس دوستای عزیز دیگه در ادامه ویدیو با ما باشین که ما بریم پردم خریداری کنیم دوستانم بگوری چه سمر بیرو بارک دی خب تو بگورن دکانو نبگوره کمی اوه دوستانو سنگ چی گوری داسی بیرو بارک طول بس اختر ده پارا خریداری ترا غلی دی او بل دا چی ساعتم 11 بجې د شپې ده ولی دلته داسې ښکاري چې لا سر د شپه ده سر د ماښام دی نو مونږ او مریم او مرجان مې هم روانه یو چې د پردې دکانونه پیدا کو او پرده واخلو چه کرد؟
ये बखमली ها سه شاق دکان هزن पहले जानी छूटती को सस्ती करती है क्या चाहिए आपको? आ जाए दुपट्टे पाए ये नीचे आ जाए नीचे ها سیده خب دوستای عزیز بالاخره اینجا آمدیم دو تا سرتختی خریدیم اگر بیا سکه ये पर्दा थोड़ा दिखाए पिलो है पिलो कवर है वही अच्छी है دوستا आजकल का तलफ़ुज़ है بیادر گوش کنید اردو رو تو تلفظ میکنه مثل انگلیسی وری از ما که پرونانسیشنش خوب شد مریم افریق हाँ बहुत अच्छा कलर है دوستا باز نگوین انتخاب دوستا کل شما ای برماندم انتخاب همیشه گفتم من یک عمر است که انتخاب کرده رئیسم بان که بیچاره ارمانش پوره شود دیگه با خراز گفتی مریم جان الان شما بز نظر بتین که چطور است انتخاب من فکر میکنم بعد از این خانی ما کلش خاموشک خواد بود نه خاموشک دوستا مگه میگم مریم میگم این رنگ است به خاطر از این نیست به خاطر که مدرن است یا مچم با اولد مانی زنه چه الان مگه قصید تو بشینیم بیخیر دیگه نه از خانه بیرون نبرم تو از پشت از گپای خود इसकी दोनों का डिजाइन फर्क है ना वो नीचे का सेम है ये गुल बड़ा है ये गुल नहीं नहीं वो दोनों जो ये दोनों सेम ठीक है دوستا ببینین این رنگ که عمت دیگه خوبش کمت با اتاق خودمو کسایی که میگفت که پرده ندارین اینا شکر خریدیم زورتون بتا این رنگ که من انتخاب کردم مریم جان خب میگه دکان کدام رنگ انتخاب کرده بودی منجنی نه یا لاجوردی لاجوردی ها لاجوردی پستهی میگه پستهی گفتم نه گفتم اتاق دختره که هرچی شیشه و ظریف باشه رنگ روخش باز مقبول میگه دیگه اینگه که انتخاب کردیم و اینی ما راستی به میمانخانه ما که توشکای ما انتخاب کردیم چون به زمینش میخوانه و باقی انشالله دوستا خانی را که میخواییم خود دعا کنین که او را به خیر بگیریم هنوز مانده رو بر دوستانشان میدادیم دیگه اینی هم سرتختی دو دانه گرفتیم ببینن که چقدر پردای ما زمینش هم خانش داره نه دیگه خدا کنه که خوشتان آمده باشه अच्छा भैया इसकी रेट बताओ पर्दे का रेट तो मालूम है क्योंकि मैंने पहले भी लिया है तो जो मालूम है वो अभी तो नहीं हो सकता नहीं अभी तो और भी अरजान होती है अरजान इसलिए होती है क्योंकि टाइम गुजर गया है ना हाँ टाइम जब गुजर 2025 हाँ अभी 2026 हाँ इसीलिए क्योंकि ये पुरानी साल की सही है भैया okay ओके ओके you are perfect okay 2200 bedsheet price और 6500 पर्दा ना 65 ज्यादा है भाई और टोटल आपका अमाउंट बनता है 15,200 भैया कैमरा बंद करो कि मैं आपको उज्र कर लूं हेलो चाना बाजी मारी हम शुरू भैया ईद नजदीक है ना हम एक घर से दूसरे घर के हम वो करते हैं कुछ मूवमेंट करो तो उसकी सिक्योरिटी यस उसकी सिक्योरिटी उसकी पेश पर्दाख सब बाकी है ना तो इसलिए बहुत हालात बुरा है हालात तो अच्छा है हमारे नहीं हालात अच्छा बुरा नहीं है भाई हमारे हालात बहुत बुरा है मेरा भी हालात बुरा तो है इसीलिए नहीं तो अभी आपके तक माशाल्लाह तेरा दुकान बड़ा माल है मुल्क अपना है हम पैसे बेचारा है मुल्क नहीं रहा इक़्तिसाद नहीं रहा हेलो मारियम वज़ियत सब गड़बड़ेशन है और तू चाना बाजी दे रही हो उधर दे जो मैंने पहले भी 4,000 लिया था 4 ये दे दो हाँ। और वो जो 2 लिया है 2,000 2000 उधर आपने लिखा है 2,000 डिस्काउंट करो भाई डिस्काउंट करो और डिस्काउंट वो 2,000 2000 डबल बेडशीट सिंगल नो सिंगल ज्यादा है उसमें आपका जो मटेरियल है ज़्यादा लगता है 2 बेडशीट अच्छा 40 में लेकिन ये 4,000 मैंने लिया है हाँ कब ये लिया है? नहीं
ये वही दे दो 4 पूरा टोटल होगा। 6000 ये है 4000 किधर है तरनोल इधर इधर तरनोल आल्सो तो है तरनोल कौन सा इंग्लैंड में तरनोल तो तकरीबन 3500 में देता है हाँ देता है उधर देता क्वालिटी है का फर्क होता है अच्छी क्वालिटी वाला है अगर होता तो आपने लिया क्यों नहीं? हम इधर कब 100 लेना खाल रहते चाहिए था हैं ना हम तो इधर 7000 में बनता पता था नहीं कि हम कल डिपोर्ट होंगे कोई बात नहीं ये तो नसीब की बात है ना आपका नसीब ऐसा लिखा है असल चीज ना दे दो बदल चीज दे बदल चीज नहीं है क्वालिटी का फर्क है क्वालिटी छोड़ो बस भाईजान 4000 सही है बगो मौज दो आने देगा खरीदे दो तो खरीदे मगा हम देखो मैं आपकी खातिर 3000 में किराया अब देती मेरी हूँ खातर आया है ना हाँ। मुझे 12000 दो। नहीं खैर, ये मेरी खातर होगा ना तेरा वरना माल तो खातर खातिर नहीं तेरा होगा। माल खातिर तेरे माल तेरा मटेरियल खातिर नहीं ना क्वालिटी का फर्क है ना बगो पेश از 4000 بردیم فردا سیاره بگا 4000 دوستا پیش نمیر من 4000 برده بودم نمیره بگن که 4000 بده حالا از چی وقتی که ما نه که می بگنی خوبش نیست باز ارزان میتر ما که اومدیم تعریف کردیم حالا قیمت بر ما میتر آه अच्छा भाई 4000 कर लो अभी पेट्रोल बढ़ गया ना मैं तो अब तो गाड़ी नहीं चल रही आप पेट्रोल खाती हो नहीं पीती हो नहीं गाड़ी में नहीं तो तो ये पेट्रोल किस में क्या ये किस पे आती है ये खुद तो चल के नहीं आती ना गाड़ी में बैठ के आती है नहीं मत बेटा पैदल लगा خب دوستای عزیز باش که تا که دعوای مریم جان خلاص شوه باز ما برمیگردیم که همون تو پردار گرفته بود دیگه میبینیم اگه دیگه خریداری کردیم خوب اگه نه بس خانه میریم خب دوستان عزیز ای میدان و تای میدان دوباره پس به خانه رسیدیم و اینکه دوستا پرسان نکنین که چقدر مانده و زله شدیم نمیفهمیم ما تا چند بجه دبیر بودیم آه تا می لحظه بگم آقا می لحظه صبح چند است خوب شد که مادر جان مکان خود بوده بودیم دنیا شب آدم است. در شهر وقت نمیفهمه و بازار اینجا عموما بعد از افطاری چی میشه 8 9 شب شروع میشه دیگه. تا بازار 3 جان. 3 نیم بجه و پدر مسیج کرده بود که بیاین که ساعت 1 بجه است دیگه ما اون مسیجش هم ندیدیم من میگم شاید پدر فکر کنم دیگه ما کل شهر خریده آمدیم در حالی که قدر زیاد چیزا هم نخریدیم فقط همون حتی ما مریم جان بر ما کالا خریدن هیچ خود نه خریدیم و نه گشتیم و آه. یکی که جایی که می رنگای پک ساده است هیچ خوشایند نبود رنگای هیچ خوبش نبوده این بار کالا یکی ما دام دیگه حوصله گشتن زیاد نداشتیم اما واقعا پرده و توشک یور که گرفتیم گفتیم بس ما دیگه همیشه اعلان اگه به خریداری ما خود مریم جان بریم حداقل پیش بنجاره بگرد پیش یک جور چبلی بگرد پیش یک آره. جور پنجابی 12 دکان بگرد تا خوشت بیاد گفتیم حوصلهش نیست خیمه میمونیم رو به یک روز دیگه که باز بازار بریم لباسای خود بخریم و میوه عید میوه بخریم عید بخریم میوه عیدمون یعنی ما تو از خانه گرفتیم چطور کمر بسته کردیم ما میریم دیگه خریداری اما نشد هیچ کدامشون نشد تو ناوقتم شد بازارا منم تو باز بود ولی ما دیگه در وجود ما چرا ما قسم انرژی نبود دیگه که خب به مادرم دلم میسوخت بیچاره در جای میشاندم که مادر پیاده روی کده نمیتونید باز ازو کده گفتم دیگه پس آن ایستا ایستا متوجه خود شدم که خودم تکه تکه شدیم دیگه ما آخر خیلی گفتم نه دیگه بریم شما خو خیلی ما از اون وقت که در رستوران شدیم زوف سرم میامد گفتم برو شاید گشنه هستم قسم شده ولی نانم خوردیم بعد از نانم اینم قسم وضعیت داشتم اصلا در کل ما فکر کنم که وجود انسان از عادت می باشه مثلا ما تقریبا 1.5 ماه است که ما غذای پروتئینی میخوریم نه جدی امروز مثلا با وجود که برای چی هم خوردیم پیتزا هم خوردیم باز علیده ما دیگه جای مثلا هر جای داریم برگر آمد خوردم ولی امو حس گشنگیم چی نشد انرژی نگرفتم وجود ما فکر میکرد که چیزی نخوردیم آن تا چیزی نرسیده تو برام خستات کم آمدیم خوبم که رسیدیم شکر که رسیدیم خانه خود ولی آل من خوب خوابم گرفت ولی خوب گشنم هستم ایران ازم کدامشو بکنم عین احساسم هم دارم یاد بگم سر ما بانم برده خواب کنم هیچ پس شبم نکن اما بس که میگم نه سبا قانونشویی داریم باید انرژی داشته باشیم اگر چیزی نخوری خب سبا باز هم وضعیت است دوستا اینی رو میگه دخترای زحمت کش خانه که دیگه ای دیگه ای دیگه دوستا به نظر من برنامه رو من اینجا دیگه قطع کنیم بله برنامه رو اینجا دوستا به پایان میرسانیم منتظر برنامه دیگه ما باشین که عید بخیر نزدیک است و شب عید حمایت نزدیک فراموش است. نکنین دوستای عزیز مریم جان خواهیم میخوای سرشاریم خواه کنه خواه ما کن میکل زحمت به خاطر شما میزنه
خانم مریم خودت دیگه من نمیدارم خنده مکن برم کن زحمت به خاطر شما میکشم. گمین ازی که قابل توجه شما قرار بگیره دوستای عزیز، از بیخوایی گور میشم دیگه. شما رو به خداوند یکتا میسپارم. خدا حافظ. خداحافظ دوستان، منتظر برنامه جالب دیگه ما باشین. این نزدیک است. چیکار گید نیست دیگه. دوستان خدا حافظ.